سلام بچه‌ها، چطوری؟ من روزبه هستم. خیلی خوش اومدین به یک ویدیو جدید دیگه. آقا تو این ویدیو اومدیم بریم CS رنگ، اما فقط میتونیم از گانای کوچیک استفاده کنیم، مثل مینیوزی، دیزرت و دبل کلت و گانای دیگه که مثلا کوچیک باشن، تک پانچ ها اینجور چیزا میتونین استفاده کنیم. قبل شروع شدن ویدیو حتما دکمه لایک و سابم بزنین، یه کامنت خوشگلم برام بزنین، بریم سراغ ویدیو. خب آقا ما اولین مسئول رو اس کنیم ببینیم چی میشه. من اینجا این مچ رو کات میزنم، رفت تو مچ براتون میزنم چون طول میکشه تا اس بشه. آقا خب بالاخره اس شد، اومدیم توی این مچ. یه مچ من قبل این اس کردم، اونو براتون کات میزنم. یه مچ اس کردم، خوردیم به یه گلیچسن و اینا. البته آره یه گلیچسن بودن، نیومد نفر چهارمشون تو، بعد دیگه نشد بازی کنیم. اینم الان میشه دست دوم، اگه اونو میشه دست اولمون اگه اون حساب نکنیم. حریفان هم تقریبا خوبم، بازیشون فکر کنم بد نباشه. بریم که دیگه شروع کنیم جمع کنیم مپو. راستی مثلا اگه چالشی چیزی دارین، سوالی دارین، حتما از من بپرسین داخل کامنت، جواب میدم. 2 نفر این ورن الان میخوان دوتایی بزنن. هد فکر نکنم این بشه باش بزنیم. نه کنسله. نه اصلا این هد نمیخوره. تو بگو یه دفعه هد خورد پرگام. بذاریم بقیه‌شو با پیستول بازی کنیم. البته من با این گانی هم که زدم اینم حسابه، چون گانش جای کوچیکا میاد. من نفر دومشون دیگه برو بریم. البته فکر نکنم باید اصلا استفاده میکردم که استفاده کردم دیگه، حالا نمیدونم، خودتون قضاوت کنین میشه یا نه. خب دست دوم یه دیزرت رو برداریم دیگه جمع کنیم قشنگ مپو. این نمیدونه چی میخواد. بیا اصلا میخوای بیا، میخوای بردار. منم تازه چند وقت اومدم رو سنگشته، هنوز زیاد حرفه‌ای نشدم بهش، ولی میخوام یه نشسته به عشق خودتون که داره این ویدیو رو میبینین براتون بزنم. بعد میخوام اول تیر رو بزنم بعد بشینم، اینجوری خیلی قشنگ‌تر میشه. اینجوری وایسا الان یکی میاد میخوره تو کله رو دست میده. اگه این دست نشد حتما اینجوری میخواستم بزنم، اینم که ناک شد. صدا این چی میگه؟ آقا ولش کن، کنسل اونجوری زدم، ولی همینجوری براتون یه دونه خوشگل میزنم. چرا قفل نکرد؟ لامصب چه میسه بدی داره نره دیگه. این دست 100% جبران میکنم. بذاریم بیاد. اصلا نمیده یه میسه خیلی بدی داد. اینا هم که فقط میزنن، اصلا براشون مهم نی. البته اینا که نمیدونه من دارم ویدیو میکنم، ولی خب این گانه هم بزنیم پشتم باشه. من که ازش استفاده نمیکنم ولی کلا باشه. خنده نکنید بلش. حالا زشته بگیم تو ویدیو با سانسور کنیم. احساس میکنم یه ذره خیلی کم لگم، امیدوارم تو ویدیو نیفته. با اونم که جر داده تایمر. بدونم راستمونه داشی ناک شد. این چیتره تا میبینه ای دبل میزنه. داشتی یه دونه رو بذارم، یه دونه الان یکی این ور برم یا اون ور معلوم نیست. بکنم این یارو همینجوری داره ول میده میخوره. من نمیدونم چجوری داره ول میده. بذارم یه دونه نشسته هر که بهتون گفتم اینا میتونم بزنم. اینا خیلی بد دارن میزنن یارای من، آخه نمیشه. بعد این مچ یه مچ دیگه هم میریم و دیگه یه مچ خوشگل سعی میکنم بازی کنم براتون، چون من تازه اومدم رو سنگشته هنوز نشسته اینا زیاد عادت ندارم که مثلا اونجا باشه، سمت چپ صفحه باشه. ولی در کل سعی میکنم خوب بازی کنم. من بیام جلوی این با دبل نزنه، یه دونه میزنه میندازه. نه داداش ریوایو نداشتی با توفان نیست.
این دومی. بریم واسه سومی البته میتونم میتونم نشست سرشو بهتون قول دادم بزنم. فکر نکنم. ولش کن، کاش من ساده میزنم. خب بریم برای مچ دوم دیگه، همینجا اس کنیم بریم. من زیاد خودم هم مچ اول راضی نبودم، 5 تا بیشتر نزدم، فکر کنم 4 تا شد بود. این شیعت فرم میده، رد میکنیم فعلا. بریم مچ دوم دیگه قشنگ پاره کنیم. حتما یادتون نره که ویدیو لایک و ساب کنین. اگه تا اینجا شد دیدین این عمل یه حمایت خیلی خوبی میشه. یوتیوبر تازه کارم و اینا. وایسیم تا اس شه. این جایدن نمیدونم چرا امشب اینجوری شده ولی خیلی دیر اس میشه. نمیدونم که شد MVP. خب من دوباره ویدیو کات میزنم بره تو مچ. دوباره رفت دیگه، نمیخواد کات بزنم. خدا رو شکر یارامونم دوباره بهشون میخواد قوی باشن. حالا رو اس بگیم بهشون میخواد قوی باشن، ولی خب در کل نمیدونم. این روباه برای این آره چون ما الان نمیدونم پت هم نیست. بکنم زدم پت همو نتونم تو مچ ببینم. یه شاید هم هست نمیدونم. نه دیگه اینه دیگه، پت من داره میاد پشتم. خب بریم دوباره شروع کنیم. دوباره این ستاره ها داد. کارنا رو یادم رفت خوب نگاه کنم. فکر کنم اینجوری بپرم میخوره. خدا همینجوری علکی گفتم. شاید خوب نه مهم نیتی مهم رفت رو هدشو 2 سانتی این ورتر بود هد خورده بود، ولی اپوش این چه زاویه‌ای بود، ولی اپوش شهیدمون کرد در کار. خدا کن اینم زد. خدا کنه یه دسته‌بندی یه دیزرت چیزی باشه. دقیق قانون نگاه نکردم و دیگه اینم بذار آخرین نفر رو بزنه تموشه بره. باختیم. یه راش بده تمومه. اینم مد نره. یارومون بد نیستن، اونام 2-3 تاشون پلیر هم. فکر کنم 2 تاشون پلیر باشن. یه دونه شانسی بلا رو سرمون. کیل منم ریو داد فکر کنم. این مال من بود. 2 تا زدم دیگه. یه دونه وکوین زدم. نه یه دونه زدم درست. همون یه دونه وکوینگر زدم خورد تو سرش. خدا رو شکر دیزرت هم انداخته. دیگه بریم واسه این. اگه ببینم واقعا ویدیوها حمایت میشه یه روز در میون 100% براتون دیگه ویدیوها رو میذارم. دیلی نمیتونم بشم ولی دیگه یه روز در میون 100% میچسبه. باگ مارک تست میکنم اینجور کاره. این کو دیدین اینجا رفت اصلا ولش، ولی خیلی رفت. فکر کنم نتش خراب اینجوری شد. حالا یه دونه اونجا میزنم تو سرمون. یه دونه سر مچه چه دیزرت ریتش نرسید. یا ماکت بود یا ماکته، ولی فکر کنم قبلش ماکت نبود. پارید این آخریه دیگه برا من. جان من برا من. اتومه زد. اینا به خدا میزنن جیر میدن. یعنی اصلا من همون دست اول یه دونه زدم با اون ستاره دیگه نشد. ولی این دست دیگه این دست نمازم ایران دیگه راش میرم جدا نهایتش میخورم دیگه. ولی نهایتش دیگه یه دونه رو میزنم. یه دونه هدو میزنم. سنس هم بزنم تا من ویدیو نشونتون بدم. سنس هم همه 200 چه سرچار یه دونه 200 یه دونه سر 24 با دکمنتی رو بکنم 50 دقیق نمیدونم. رانده بعد حتما دکمنتی رو هم نگاه میکنم. اگه خواستین بزنین. اون یارو داره رو شو میده. نشد بزنین. خواهد دیزرت اونقدر نمیشه از راه دور بکشی بالا باش. من زدم رو بکن به حضرت عباس نشد. این مچ واقعا نرم مچ پیش افتضاح تر بازی میکنم.
من زن وخون حساب نشد اصلا. دیدی مثلا بعضی وقتا اوریون میزنی حساب نمیشه، اینم همونجوری. اینا زدن دیگه. بزنی 3 تا رو هت زد. به جان خودم این چیته. من میشه 3 تا رو پشت همت بزنی. 4 تا ایس کرد. اصلا حواسم نبود این ایس کرد. نمیدونم والا. یه چیتر هم نباشه. چرا این تلپورت میشه؟ این چیته نگاه. یارمون چیتر بیا. اومدیم یه دست ویدیو رکورد کنیم برای ولش کن، ریپورتش نکن. ولی هر چی هست واقعا بیشرفه. نکن داداش. به خدا دارم ویدیو میگیرم. ویدیو نمیگرد اصلا برام مهم نبود چجوری میخواد بازی کنه. بکنم آنتن مانتن هم داره دیگه. اینم جیر دادم اونور. کاراکتر خیلی خوبه. اما کیو پوش بدم؟ رو هدش بودت نخور. اگه داداشی ریو بده که داداشیه. داداشی ریو داد. برگام اون کیل مفتو بگی کرد. الان بی پدر مادر ریپورت کنه. من وسط ویدیو هم کیل نزدم. مچم بد شده. ولی از دست بعد بهش ادفرم بدم. اگه دیدم ایرانیه ببرمش یه کاستوم ویدیوشو براتون بذارم ببینم میشه. ولی فکر نکنم ایرانی باشن، چون ایرانی اکثرا چیت میت نمیزنن. ایرانی ها همه حرفه‌ای هن. بازیاشون خوبه. عربا سک بدارن دیگه. عربا ایران منظور نیست. عربا ایران بازیاشون خوب نیست. زورشون نمیشه چیت میزنن. نگاه این موشک وسط میره. این ما چی ریپورت کردیم انشالله بنشه. خب بی پدر مادر من تو ویدیو هم. خب نه جان مادرت ویل کن داداش. دستتو بردار نرو پایین. خره 90 تا خورد. وست زدم اصلا. داداشی داره یه جور محکم بازی میکنه. بیا برد. آقا این بود از ویدیو. ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. با ویدیو جدید و خفن میام پیشتون. فعلا خداحافظ.